قرارمون این بود بدون سانسور یه روز کامل از صبح تا شب با هم باشیم. امشب شب قبل، میخوابیم فردا با هم. لحظه اول صبح بعد از بیدار شدن. قدم بعدی موه. چقدر سخته این کار واسم، تا حالا نکرد. همینطوری و یکش میریم قهوه هم فقط ترک، یعنی من غیر از ترک چیزی نمیخورم. قبلا به این ظرفا میگفتیم شیرجوش، الان فهمیدیم بهش میگن جزوه. قهوه یه نصف لیوان آب، چون من قهوه رو بیشتر میریزم و بعد در میگردیم. من الان اینو هم میزنم، اما بعدش یه توضیح میخوام بهتون بدم. اون توضیحی که گفتم بهتون بدم، دیدید 100 بار اینوری هم زدم، 100 بار اینوری. این همینه که از اون بیماریایی که من دارم، یعنی همه چیز باید قرینه باشه. اگه 100 بار اینوری هم زدم قهوه رو، 100 بارم اونوری هم میزنم. اگه 10 بار بیشتر اینور رو بزنم، 10 بارم اونور بیشتر قهوه رو هم میزنم. از این بیماری‌ها زیاد دارم. آماده شه برمیگردیم. فقط هم قهوه ترکی دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه من اصلا 400 میلی گرم در روز قهوه بخورم، بیشتر قهوه بخورم تپش قلب میگیره. حالا میام بعد اینجا، بعد از بیدار شدن و قهوه دم کردنه، اینجا لم میدم، دراز میکشم. چقدر طول میکشه بستگی به شبش داره که خوب خوابیده باشم، خوابم کامل بوده نبوده. چون من معمولا 12:01 میرم دفتر. اگر شب قبل شب خوبی باشه تو خواب، یعنی خواب کافی داشته باشم با کیفیتی، یه 1 ساعتی اینجا. اگر نداشته باشم که فکر کنم 2 ساعت طول میکشه که تازه بلند شم برم به ماشین استارت بزنم و راه بیفتم. حالا تا قهوه دم بیاد چی کار میکنیم؟ میریم به آقا سلام میکنیم، بعد میریم سراغ تلویزیون. دم بیاد یعنی که خنک شه، منظورم این بود. که یا معمولا من فیلم میبینم، یا بس میشم فیلم میبینم، یا اینکه اگر ورزش باشه میرم سراغ ورزش دیدنه. و کجاست؟ فوتبال سالی دانمارک و سوئیس. خب یعنی به این شکل میشه که به این صورت. یا مثلا بعضی وقتا حوصله ندارم، اصلا نمیخوام تلویزیون باشه، تلویزیون خاموش میشه. خیلی وقتا میگم حوصله تلویزیون ندارم، مثلا هیچ صدایی رو حوصله‌شو ندارم، خاموشش میکنم و میرم چیکار میکنم. البته همه اینا تا زمانی که قهوه خنک بشه. وقتی خنک بشه دیگه یک تحرکی بهت میده، میرم این کارو میکنم. همینجا رو تخت بدون که تکون بخورم. چرم اصلا اینم چوب راش این شکلی. و این که حالا انتخاب میکنم اگر بخوام رسمی بازی کنم با تاس استخونی های سفید، اگر نه که با این یکی ها به این شکل. موافقین یه دست بازی کنیم؟ من معمولاً با سیاه بازی میکنم. حالا معمولاً نه، همیشه فقط با سیاه بازی میکنم. شطرنجم همینطوری بودم. شطرنجم باید سیاه بازی میکردم. شاید هم دلیل اصلیش اینه که خودم سیاهم. ببخشید دوربین تکون میخوره، خودتون گفتین که اینجوری بگیر، ولاگ اینطوری بگیر. من اصلا نه تو زندگیم گرفتم نه بلدم بگیرم. شیوام چطوریه مثلا تعیین میکنم دیگه. مثلا میگم کم یا زیاد. مثلا میگیم کم، اون میندازه 5، منم میندازم 3. من باید بازی کنم 5 و 3. میام اینجا و 3. حالا یه دست واسه اونم بندازیم. 1 و 3. میام اینجا و اینم به این شکل. همینطوری بازی میکنم تا اینکه قهوه خنک شه. همینطوری بازی میکنم یا اینکه تلویزیون میبینم تا قهوه خنک شه. یعنی واقعا هیچ کار خاصی نمیکنم، چون روشن شدن من، استارت خوردن من،
رفرش شدن من وقتی که از خواب بلند میشم خیلی طول میکشه. گاهی هم ورق بازی میکنم. همه اینا تنهایی ها، چون من تنها زندگی میکنم. خب چجوری ورق بازی میکنم؟ فقط فال میگیرم. یعنی مثل تخته نیست بگم یکی واسه اون بیام یکی واسه خودم و انصاف و رعایت کنم. فال میگیرم. این فالایی که از گذشته مثلا پدر مادر یادمون دادن اینها، و فال 10 برگی 10 تا میذاری 10 تا 10 تا اینجوری. خب امروز چیکار دارم؟ برنامه‌م اینه که خامه روشو میبینی؟ تو خونه با جزوه درست کردم ها. نرید دستگاهی درست کنید بگید وای ببین. دستگاهی نیست، خونه و شاکار. وای من بهترین قهوه ترکن در خانه‌ای با جذبه جهانم. و بعد را میفتم میرم دفتر که هر وقت میگم ریفرش بشم. امروز که تعطیله، یعنی اینکه چهارشنبه است، درسته تولده. میخوام برم یک قطعه بخرم برای اینکه این کولر صدا میده و یه قطعه واسش بخرم و بعد برمیگردم دیگه. میام بعد از قهوه اینجا و یه سیگار میکشم و بعد احتمالا یه رو بعدش حاضر میشم میرم. گفتم البته امروز تعطیله، باید برم یه وسیله بخرم برمیگردم. تو خونه طراحی دارم. اما یه چیزی که میخواستم بگم راجب دایرکت دیشب قبل از خوابه. از این حرفا زیاد دارم ولی این خیلی تاثیرگذار بود با همه مشکلاتی که اون آدم داشت و یکی از هنرجوام هست و پرسیده که نه در میون گذاشته بود این بود که باشه من میفهمم که باید با تلاش به یه چیز رسید، اما وقتی میشینم پشت سیستم هر کاری میکنم نمیشه. دانشه رو داره ها، یاد گرفته، میدونه، نمیشه. یعنی من الان میخوام بشینم طراحی کنم دیگه، بابا نشستم از خواب و از و همه چیم زدم. فکر کنم با اینکه گفتم بدون سانسور، اما دلم نمیخواد جلو دوربین سیگار بکشم. به هر حال کار قشنگی نیست، ممکنه یکی ببینه خوشش بیاد. هر نوع دیگه از این انفعال نیستا، چون منفعل نیستیم. نشستیم من یک چکش یه میخ گرفتم بزنم تو دیوار، پس من این بالقوه رو میخوام به بالفعل تبدیل کنم، اما چکشی نمیخوره به این میخ. یکم دیره، من حاضرشم چون گرمه میخوام برم اون قطعه رو بخرم. تو ماشین راجبش حرف میزنیم. بزن بریم. یه لحظه صبر کنیم، قبل رفتن واقعا گشنمه و الان تنها چیزی که تو این فرصت آماده میشه یا کنسرو یا نودل. خب معمولا نهار نمیخورم، مثلا صبحونه است و اینها. اگر باشگاه داشته باشم، حین باشگاه نداشته باشم، مثلا امروز یک صبحونه است و بعدشم شام. نودل بازم خیلی نیستم این برای وقتی مثلا الان که مثلا دیرمه یا عجله دارم داغه، ولی سعی میکنم جلو شما با کلاس بخورم. و چیز دیگه‌ای که میخواستم بگم چیرز اینه که باورتون میشه اولین بار دارم جلوی دوربین غذا میخورم. یه سری تابوها انگار وجود داره تو ذهنمون، بدون اینکه بهش فکر کنیم درسته یا غلط انجامش میدیم. این چیزی که میخواستم بگم اینه، گفتم حالا از این فرصت استفاده کنم. ما یه ضرب المثلی داریم میگیم هیچ زمانی دیر نیست، مخصوصا پدر مادرامون میگن چرنده بچه‌ها حواستون باشه گول نخورید. اگه اینطوری نیست پدر بزرگ مادر بزرگ 80 سالتو ببر پیش هادی چوپان بره تو مستر المپیا. چرا این کارو نمی‌کنی؟ هیچ زمانی دیر نیست. برای چی؟ برای چه کاری؟ برای چه کشفی؟ برای چه مسئله‌ای؟ برای چه سنی؟ چه پروسه‌ای؟ چه پروژه‌ای؟ بله میگیم تلاش کنید، اما حواستون باشه خیلی زود دیر میشه. اینکه همیشه زمانش هست نه. به خودت میبینی زمان تو رو بلعیده، همیشه زمان نیست. خب اومدم که انجامش بدم. بزن تو ماشین جهنم انقدر داغ بود. حالا یهو فهمیدم که امروز تعطیلیه، مثلا یا باید برم مرکز شهر یا اینکه نمیشه. مثلا طرف میشه میگه که تر میزنم اون لحظه دوستش دارم، بد نمیشه، دوستش ندارم، یا نمیدونم الان میزنم فردا. بچه‌ها انقدر آرتیست ها هستن، از موزیسین ها، از معمار ها، از نقاش ها، طراح که یه طرحی زدن و فکر کردم وای عجب طرحیه. یه هفته بعد اومدن نگاش کردن دیدن چه مزخرفیه. به خاطر اینکه ما یه روز عاشقیم
حالمون خوبه یه طرح میزنیم، فرداش فارغیم حالمون بده یه طرح دیگه میزنیم. همین دلیل قرار نیست حال اون روزمون رو داشته باشیم که قرار نیست هر چی که خلق میکنیم کم. بابک بیات مرحوم انقدر آهنگ ساخته که توی گنج خاک خورده و دیگه منتشر نشده. چه میدونم توی کارگردانا انقدر فیلم ساختن که انقدر نقاشا که نقاشی کردن. پس اینکه الان ما یه اثری رو خلق میکنیم و فکر میکنیم وای خوبه، یه هفته بعد میگیم وای چه مزخرفیه، کاملا ربط به حال و احوالمون داره. حالا میگم گرم هم هست، منم مرکز شهر نمیرم، برمیگردیم خونه ادامه ویدیو. اومدم لباسمو عوض کردم. یه چیزی که خیلی مهمه رو الان میخوام بهتون بگم. من همیشه میگفتم که اگر تلاش میکنی، اگر نمیشه، اگر و یه سری اتفاقا هست پشتش وایسادی ولی نمیشه، محیط تو عوض کن. بچه‌ها عینش اتفاق افتاده. این گل با هم ببینیم. من اینو 7-8 سال دارم. ببینید این جوونه رو. خب 2 تا از این بود، یکیش هم این ور الان نشونتون میدم. من همه کار کردم که این در بیاد. بهارهای مختلف، اردیبهشت‌ها و فروردینای مختلف در نمیومد. من فقط جاشو تو خونه عوض کردم بدون اینکه علمی داشته باشم. نگاه کنید. اصلا ببین نوع عین تازه متولد شده. تأثیر محیط یعنی این، یعنی زمانی که آب میدی، نور میدی، همه کار میکنی اما نمیشه، محیط تو عوض کن. خب حالا بریم سراغ چی؟ سراغ طراحی امروز. خب همونطور که متوجه شدی مجبور شدم بیام دفتر که یهو برق رفت آخه. این اتفاقا پیش میاد دیگه. مثلا روز تعطیل نداری تو، زمانی که کار واسه خودته، واسه خودت فعالیت میکنی، روز تعطیل نداری. قطعا انتظار نداریم بچه‌ها روز تعطیل، چون بهشون از قبل گفتیم مرخصی تعطیلی بیان سر کار. اما خودم میام از وسط استراحت دلم میخواست یکم بشینم پی اس بازی کنم. پی اس ندارم، اما پی اس منظورم بازیه، چون من آخرین دستگاهی که داشتم سگا بود. توی گوشی یا توی کامپیوتر بشینم بازی کنم. اما اومدم دفتر یه نگاه کردم ببینم که بعد از این تعطیلی‌های چند روزه با چه مشتری سر کار دارم. با یه بانک قرار دارم که باید برم. بانکی‌ها خیلی فنون مذاکره رو خوب بلدن، اما از شانس بعدشون من یه طرف این قرارم، پس باید خیلی چغر باشه، از پس هم بر بیاد. یه تایپوگرافی انجام بدیم همزمان با هم زنده. بزن بریم. امروز چه روزیه؟ گفتیم تعطیله، چهارشنبه است، درسته؟ چه روزی هم چه اتفاقی هم توش میفته؟ تعطیله. پس بیایم همین رو بسازیم، چهارشنبه تعطیل. یه فونت ساده میاریم، بر اساس اون یه تایپوگرافی جذاب. شما با من ببینید. یه فونت ساده بنویسیمش. چهارشنبه تعطیل. حالا این رو میکنیم یه تایپوگرافی جذاب. و تمام. چی کار کردیم؟ چقدر طول کشید؟ 6.5 دقیقه. تو 6.5 دقیقه بر اساس فونت و یه کالیگرافی جذاب زدیم، پر از اصول، پر از تناسب. اینها حواستون باشه در 6.5 دقیقه. یعنی اگر میخواستم بر اساس مقیاس، اندازه ها و اینا رعایت کنم، خب قطعا خیلی طول میکشید. اما این برام همون مثاله بود که زدم در نرم افزار فتوشاپ که میگن برای لوگو نیست. همیشه گفتم ابزاره، نرم افزار ابزاره، نه چیزی بیشتر از اون. هر جا دوست داری طراحی کن. این چیزیه که یه آرتیست میسازه به این شکل. خب و بعد از این روزم چطوری میشه؟ میگم امروز باید خونه میموندم، اومدم دفتر. حالا گیریم که اومدیم دفتر، کار بچه‌ها رو میکنم. یعنی اینکه میبینم چی مونده به اثر بچه‌ها، قرارای فردا رو که بهم میدن رو بررسی میکنم. اگه کلاس داشته باشم، یعنی هنرجو داشته باشم، که بیشتر میمونم، اگر نه که میرم
وسایل هامو جمع میکنم. وسایل ها غلطه، وسایل خودش جمع وسیله است. میرم خونه، دستکش، لباس، اینها میرم باشگاه، دستکش بوکس، و بعد میام خونه. چون امروز باشگاه ندارم نمیتونم اونو براتون تصویر بگیرم، اما میریم از خونه دوباره ادامهشو میگیریم. آره برگشتیم به خونه. جون باشگاه نداشتم حقیقتش. بذار اینو بذارم اینجا. آره اینو درست کنیم. خب و ترافیک هم نبود، تعطیلیه دیگه. جون باشگاه هم نداشتم دیگه. ببخشید مستند همینه. اگه ژولیده پولیدم من نه مهمونی میرم نه آدم پارتی کنیم. شاید تو کل زندگیم در این 5 بار رفتم. من خیلی آدم شلوغیم، به شدت آدم درونگراییم. یه جاهای آمبیگرا میشم اما برونگرا خیلی کمتر. زندگیم اینطوری میگذره دیگه. یعنی تقسیم بندیش بخوام بکنم نمیدونم چند تا میشه. بیدار شدن، فیلم دیدن، رفتن دفتر، طراحی کردن، باشگاه، برگشتن، شام خوردن، فیلم دیدن، 100 صفحه کتاب خوندن و خوابیدن. این روتین منه. حالا اینجا یه چیزای جابجا میشه. مثلا امروز جون باشگاه ندارم نمیرم. اسلحه نمیذارم اینجام که باید. بارها سر کلاسا میگم، به همتونم گفتم هنر باید نداره. حالا چرا میگیم هنر؟ باشگاه که هنر نیست. زندگی من غلطیده شده در هنر. همه چیز برای من این گونه حساب کتاب میشه. من ذهن ریاضی طوری ندارم. مثلا قهوه خوردم، مثلا نمیخورم و جاش هوس چای میکنم. مثلا من چای عطری نمیخوردم، این سری هوس کردم. هم واسه دفتر گفتم بچه‌ها این دفعه چای عطری بخرن واسه خونه. هوس چای عطری میکنم. حوصله مثلا فیلم دیدن ندارم، کتابا رو بیشتر میکنم. همه اصلا جابجا میکنم. من که منو میشناسن از داخل که بیای تو زندگیم برای خیلی آدم جذابی نیستم. چرا؟ مثلا طرف نشسته خب بگه بخنده برقصه موزیک بذاره کیف کنه، مثلا من دارم کتاب میخونم. من میگم یه چراغا رو کم کنیم فیلم ببینیم. مثلا تو سفر طرف میخواد مثلا بیا بریم دریا کنار، چقدر آهنگ قشنگه مال همیرا رو گوش بده کیف کنه، خیلی هم جذاب. منم بعضی وقتا گوش میدم، اما من دلم میخواد داریوش گوش بدم، چه میدونم If You Go Away فرانک سیناترا گوش بدم، نمیدونم This Is a Man's World مثلا جیمز براون گوش بدم. و طرف واسه جذاب نیست. آقا من میخوام تفریح، من میخوام بکوبم برقص، خیلی هم حال میده. و خاطر اینه. و بعدش چطوری تمام میشه؟ شام برشت خب بلد نیستم قیمت درست کنم. رفتم شرکتی خریدم. برنج حتما ایرانی باشه چون من بدون برنج میمیرم. خریدم و درست کردم. شاید تعجب کنید که چرا سر سفره چنگال نیست. من بلد نیستم با چنگال کار کنم. یه دستم نون میگیرم، یه دستم هم که قاشق. گاهی اصلا دلم نمیخواد شام بخورم، به خاطر دورچین غذا میخورم. امروز مثلا سیره چون خیلی دوست دارم، یا مثلا ترشیای مخصوص. یه امتحان کنم. برنجه واسه کسی که آشپز نیست عالیه، مخصوصا کته، ولی خورشتم خوبه. شرکتیه دیگه، مامان پس حساب نمیشه. و بعد از شام هم چیکار میکنم؟ بعد از شام ماجرایی میشه که میرم اگه سریال داشته باشم خب حالم بهتره، به خاطر اینکه دیگه درد سر گشتن دنبال فیلم خوب ندارم. ببین کتاب و فیلم امکان نداره از زندگیم حذف شه. من اعتیاد شدید به اینا دارم. سریال فوراور رو داشتم میدیدم، کیف کردم چون من علاقه شدیدی به آدمای باهوش دارم. کاراکتر اولش بود ولی تموم شد. الان دارم سریال قسمت 2 هنوز نمیتونم نتیجه بگیرم. سریال گادفادر آف هارلم رو میبینم با بازی فارست اینجوری گفتم فارست. و بعدش هم دارم با در الافسار بید کنت گراهم هم میخونم. فیلمه که تمام میشه موظفم یا 20 دقیقه یا 100 صفحه هر شب. سال‌هاست اینطوری کتاب رو بخونم. به این گونه زندگی این شکلیه، اینطوری میره جلو. حالا این وسط سورپرایزایی هم هست دیگه. مثلا چند روز پیش تولد دوستم بود و رفتیم تولدش. خانم دوستم زنگ زد میگه غذا درست نکن، مثلا چه میدونم شیبیت پلو درست کردم، من سیب پلو درست کردم، دم درم بیا بگیر، یاد میده به دوستم برام بیار و اینا. یه سری سورپرایز اینطوری اتفاق میفته. سورپرایز عجیب غریب اتفاق نمیفته واسم. سعی کردم بدون سانسور باشه. این واسه چیزایی که حذف کردم بود که دلم نمیخواد مثلا تو دستشویی دارم صورتامو میشونم خواب پا میشم فیلم بگیرم.
موقع مسواک زدن دیدی بعضیا میزنن، دلم میخواد کف مسواک و خمیر دندان دهنم آویزون باشه دارم فیلم میگیرم. سعی کردم بدون سانسور باشه. اولین بار هم این کارو کردم و تمام.